ایجنت چی اصلا کلا؟ ایجنت در اصل، حالا ما همون LLM که داشتیم در نظر داشته باشیم، ما یه LLM داریم، یه اینپوت بهش میدیم، یه اوتپوت میگیریم. حالا این LLM رو میایم میذاریم توی یه باکسی، حالا اسمش رو میذاریم ایجنت، و به این باکس چند تا تول و یا چند تا ابزار اضافه میکنیم. این ابزار مثلا چیه؟ همون گوگل کلندر، کلیک آپ، ترلو یا هر چیز دیگه. حتی میتونه مثلا کامند لاین باشه و بقیه موارد. و این میشه همون ایجنت ما، AI ایجنت ما، که علاوه بر این که حالا میتونه یک ریزنینگی داشته باشه، میتونه یه سری حالا تولی هم داره، یه سری ابزاری داره که میتونه ازشون استفاده کنه. به فریم ورکی که این عملیات رو انجام میده میگن فریم ورک ریاکت. با اون فریم ورک مقدار متفاوته با اون فریم ورکی که ما برای طراحی وب استفاده میکنیم. اینجا منظورش ریزن و اکته. یعنی ما توی همین ایجنتی که داریم در حقیقت قسمت LLM مون رو میتونیم